فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند عایق‌های نانویی ویژه سطوح مختلف همچون سیمان، بتون و چوب را با ویژگی‌های جدید تولید کنند. چسبندگی بالا و همرنگ شدن با سطوح از ویژگی‌های این محصول فناوران است. این لکه‌هایی که در سقف خانه ایجاد شده و این چکه‌ها از سقفی می‌چکد که همین 1 سال پیش ایزوگام شده بود. اما حالا فناوران یک شرکت دانش بنیان به جای این قیرگونی‌ها و ایزوگام‌ها عایق چسبی ساختند با فناوری نانو. محصول ما چسب مایعی هستش که سطوح آبدوست رو آبگریز میکنه روی سطوح مختلفی از جمله بتون، سیمان، چوب و سنگ هم به خوبی عمل میکنه. به لطف ذرات نانو این عایق‌های چسبی هم چسبندگیشان بیشتر میشود و هم مقاومت بین سطوح بیرونی و داخلی ساختمان را بالا میبرند. ما یه بخشی از مواد را از پتروشیمی میگیریم، با پروسه در واقع رزین سازی این کار رو انجام میدیم و بعد مواد دیگه اضافه میشه، به مواد غلظت دهنده و مواد شیمیایی دیگه بهش اضافه میشه تا اینکه این محصول نهایی به دست میاد. این قابلیت رو دارن که بیرنگ میشن. این چسبندگی در حین مصرف هست، پس از مصرف تا 1 ساعت بعد آروم آروم اون حالت چسبندگی خودش رو از دست میده و جزوی از اون سازه میشه. نانو عایق‌های چسبی بعد از تجاری سازی در بازار داخل بیش از 5000 پروژه در واقع به صورت موفق انجام شده که با ارگان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی ما این پروژه رو به نتیجه رسوندیم. حالا به بازارهای بین‌المللی هم صادر می‌شوند. به کشورهای اطراف صادرات داشتیم. خدمتتون عرض بکنم که تفاوت قیمت فاحشی هم بین این در واقع محصولات داخلی و محصولات خارجی هم بوده که این در واقع رقابت رو برای ما سهل‌تر کرده. قیمت تمام شده ما حدود 1 یورو هستش، ولی در محصولات خارجی مشابه چیزی هولوش 6.5 تا 7 یورو در واقع قیمت گذاری شده. محبوب دلانگیز، خبرگزاری صدا و سیما.